تو یاد گرفتی که از امپخفه کجاها میتونی استفاده کنی و چجوری باید استفادهش بکنی. حالا نکته مهمش اینه که اصلا چجوری صرفش بکنم. وقتی که میخوای یک فعلی رو به امپخفه صرف کنی، اول از همه اون فعل رو میای به صورت مضارع صرفش میکنی. مثلا فکر کن فعل parler. Je parle, tu parles, elle parle, nous parlons, vous parlez, elle parle. اگرم بلد نیستی یه فعلی رو به حالت مضارع صرفش بکنی، ویدیوی این که چجوری این رو میتونی صرف کنی رو توی ویدیوی قبلی گذاشتم. بعد از اینکه یک فعلی رو به صورت مضارع صرفش کردی اما پرزون صرفش کردی، فقط از نو، یعنی بقیه رو کار نداریم، فقط نو رو بهش نگاه میکنی، اون ترمینزون و ان اسش رو حذف میکنی، یعنی میشه نو پخ. کار به نو نداشته باش، فقط اون فعله رو من باش کار دارم. حالا برای که صرف امپخفه میایی واسه همشون این پغل رو میذاری و یه سری ترمینزون جدید مثلا بهش اضافه میکنی. واسه je a i s اضافه میکنی، میشه je parle. واسه یه te a i s اضافه میکنی که میشه te parle. واسه il و elle a i t اضافه میکنی، il parlait, elle parlait. تلفظشون یکیه ولی نوشتنشون فرق داره، مراقب باش. واسه خود نو میگی nous parlions، i e n s اضافه میکنی. واسه vous میگی vous parliez، i e z اضافه میکنی. و واسه یه il و elle جمع میگی nous parler و a i e انت اضافه میکنی. یه نکته فوق‌العاده مهم بهت بگم در مورد صرف افعال امپخفه. ببین ما بهت گفتم که بیا این نو رو ببین، کار به نو نداشته باش، ان اس رو حذف کن، بعد یه سری ترمینزون جدید اضافه کن، امپخفه رو بساز. ممکنه بگی که من اگر بیام ترمینزون نو رو حذف کنم به پغل میرسم. اگه بیام مثلا ترمینزون ژ رو حذف کنم که یه دونه حذفش کنم بازم به پغل میرسم. خب چه فرقی کرد؟ من مثلا اصلا ژ ترمینزون رو حذف میکنم، بعد ترمینزون های امپخفه رو میزنم. ببین حواست به این نکته باشه، وقتی میگم نو یعنی فقط نو. چون برای با اون افعالی که به صورت استثنا صرف میشدن داستان کاملا متفاوت میشه. مثلا بوا میخوای صرف کنی، نو با ژ کاملا متفاوت صرف میشه. بعد وقتی که اون ترمینزون ها رو حذف میکنی به یه چیز متفاوت میرسی. پس حواست باشه برای امپخفه فقط حواست به پرزون اونم نو باشه که میای ترمینزون رو حذف میکنی و یه سری ترمینزون جدید میذاری. و طبق معمول حواست به فعل اتر باشه، چون فعل اتر از هیچ قانونی تبعیت نمیکنه و بر خودش صرف میشه. صرف امپخفه اتر هم میشه j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient.